تو مرکز کاغذ نوشته شده رد نوتیس که همون اعلان قرمز اینترپل هست برای مجرمین فراری تحت تعقیب در سطح بین‌المللی. جلوش نوشته مساوی EXT به معنای مخفف اکسترادیشن استرداد. تفسیر شده که شاید منظورش اینه که اگر که از آمریکا بتونه فرار بکنه اعلان قرمز اینترپل صادر میشه و تو هر کشوری که پیداش بکنن برش میگردونن به آمریکا. همین عبارت بعدی که می‌بینیم نوشته MIA US. MIA مخفف میسینگ این اکشن هست، اصطلاح نظامی به معنای مفقود الاثر طی عملیات. US هم که آمریکاست. داره اشاره میکنه به ناپدید شدن در آمریکا. بعد فلش زده نوشته ویزا. باز این تعبیر میشه به اینکه خب اگر می‌خواستی که خارج بشه از آمریکا نیاز به ویزا داره، نیاز به جعل هویت داره. عبارت بعدی نو رایتس یعنی حقوقی نداره. حالا یا منظورش اینه که اگر از آمریکا خارج بشه تو اون کشور مقصد حقوق قانونی نداره. کلمه بعدی توریسم هست. نوشته توریسم، حالا یا منظورش اینه که ویزای توریستی به عنوان گردشگر وارد کشور دوم بشه یا اینکه وارد کشور توریستی بشه. عبارت دیگه نوشته EST tax که معنی مالیات هست، شاید داره فکر میکنه به مالیات. و بعد نوشته بانکس که بانک هست. بعد نوشته بلک میل جلوش علامت دلار و بعد کنارش گاردز. بلک میل که مشخص معنیش یعنی باجگیری اخاذی، گاردز نگهبانه. شاید منظورش چیزی در رابطه با نگهبانای زندانه. شاید منظورش اشاره کردن به ساکت کردن، حق و سکوت دادن به نگهبانای زندان باشه. کلمه LSR رو می‌بینیم که خیلی‌ها میگن که این اشاره به یعنی اصطلاحی هست خیلی جاها استفاده میشه، اما بیشترین استفادهش در حمل و نقل هواییه. بعد میایم پایین‌تر نوشته ماسلم به معنای مسلمان، پایینش نوشته AS یا مخفف کشورهای عربیه یا مشخصاً عربستان سعودی. می‌بینیم که کنارش کعبه رو کشیده، دقیقاً شکل کعبه رو کشیده و ما این رو می‌دونیم که اپستین در 1980 یه پاسپورت جعلی اتریشی داشت با عکس خودش و اسم جعلی، اونجا آدرس سکونتش رو عربستان سعودی نوشته بود. بارها و بارها به عربستان رفت آمد داشته و ارتباط دوستانه‌ای با بن سلمان. پایینش می‌بینیم کیو رو نوشته که برداشت میشه که منظورش قطر هست. بعد نیجریه رو می‌بینیم نوشته، نیجریه شاید مقصد دیگه است. کلمه مارا هست که نوشته. یه سری‌ها میگن که منظورش مراکشه، حالا دیکتاشو اشتباه نوشته چون الان متوجه شدیم که چند وقت قبل از مرگش یه ملک در مراکش خریده بوده. یه سری‌ها میگن نه منظورش کنس مارا قاضی فدرالش در پرونده سال 2009 هست که تاثیر زیادی تو اون توافق طلایی داشته. بعد کلمات گنگسترز رو می‌بینیم، اکستورت رو می‌بینیم به معنای اخاذی، باجگیری، کیدنپ رو می‌بینیم به معنای آدمربایی. دو تا کلمه کنار هم می‌بینیم نوشته اسرائیل هست و بغلش نوشته پیپل مردم. گوشه دیگه از این کاغذ نوشته جت ورسس پراپ. جت که مشخصه هواپیمای شخصی و پراپ باز این نوع دیگه از هواپیماست که ظاهرا کوچیک‌تر و جمع جورتره. تفسیر میشه که داره فکر می‌کنه که با کدوم دو تا هواپیما باید فرار بکنه. ما می‌بینیم که همینجا کنار این عبارت عکس یک جت هواپیما رو کشیده و کنارش یه فرودگاه شبیه یه فرودگاه نوشته برادلی بوده. منظورش گلین مکسول. وزیرش نوشته که کامپیوتر پی بی که مخفف پالم بیچ فلوریداست و وی آی که مخفف جزایر ویرجین هست، همون جایی که جزیره معروفش هست. شاید یه ارتباطی بین کامپیوترهایی که توی این دو تا اماراتی که در پالم بیچ فلوریدا و یکی کامپیوترهایی که در جزیره‌اش هست و گلین مکسول تو ذهنش بوده. شاید گلین باید کاری می‌کرده. عبارت مدیکال بعد اسلش پی تی رو می‌بینیم. مدیکال که مشخصه پی تی مخفف پیشنت بیماره که با توجه به وضعیتی که براش پیش اومد و انتقالش به اول آمبولانس و بعد بیمارستان شاید ربطی داشته باشه به اتفاقی که افتاد. اما شاید عجیب ترین قسمتش جایی که نوشته جیل اوت مساوی با 10. جیل اوت یعنی بیرون اومدن از زندان و بعد نوشته 10 جلوش. تاریخ مرگ اپستین 10 آگوست 2019. بعد نوشته nothing or all یا همه چی یا هیچی. ادامه این کاغذ ما 4 تا کلمه می‌بینیم. بالاش نوشته واچ یعنی تماشا کن، بعد نوشته بلانکت ملافه که ما دیدیم توی سلولش چقدر ملافه اضافی خلاف پروتکل بود. بعد نوشته AVR اشاره به دوربینا، ما می‌دونیم که دوربینا کار نمی‌کردن و بعد نوشته مدی که مخفف مدیکیشن هست و شرایط پزشکی.